بزرگترین سرقت بیت کوین تاریخ همینجا توی ایران از یه استخر استخراج چینی اتفاق افتاده و 5 سال تمام هم هیچ کس ازش خبردار نشده. تو سال 2020 استخر استخراج لوبین که بخشی از ماینرهاش هم توی ایران فعال بود هدف یه حمله عجیبی قرار گرفت. هکرها نقص امنیتی کلید خصوصی رو پیدا کرده بودن و به یک باره 127,000 بیت کوین رو دزدیده بودن. ارزش این بیت کوین ها اون موقع حدود 3.5 میلیارد دلار بوده، اما امروزه همون بیت کوین ها بیش از 14 میلیارد دلار ارزش داره. این استخر انقدر بزرگ بود که حدود 6% قدرت شبکه بیت کوین رو در اختیار داشت. بعد از سرقت حتی یک ساتوشی هم از این بیت کوین ها جابجا نشد. فقط یک بار تو سال 2024 تجمیع شد. همه چی تا همین امسال مخفی مونده بود تا اینکه شرکت آرکام اینتلیجنس ردش رو زد و فاشش کرد. هکر هنوز ناشناسه و با دارایی فعلیش جز 13مین دارنده بزرگ بیت کوین جهانه. یه فکت جالب، لوبین بیت کویناشو با کلیدهای خصوصی خیلی ضعیفی محافظت میکرد. هکر با یک کامپیوتر گیمینگ معمولی تونسته بود قفل هزاران کیف پول رو باز کنه. بعد از سرقت مدیرای لوبین تو خود شبکه بیت کوین بارها به هکر پیام دادن و ازش خواستن که پولو پس بده. این پیام ها هیچ وقت پاسخ داده نشد و برای همیشه توی بلاک چین ثبت شد. چند ماه بعد از هک سایت و تجهیزات لوبین خاموش شد و بدون هیچ توضیحی برای همیشه بسته شد.